سلام، میریم با هم دیگه آموزش میکاپ مدیوم عروس رو ببینیم. اول از همه برای زیرساز سایه از کانسیلر تارت مدل لایت سند استفاده میکنم. کانسیلر رو کامل پشت پلک قرار میدم و با بیوتی بلندر نمدار حالت ضربه‌ای فیدش میکنم. حتما فشار دستتون خیلی کم باشه که راحت بتونین فید کنین. بعد از اون با پودر فیکس لورا مرسیه حالت ضربه‌ای پشت پلکم رو خوش میکنم. از سایه تو فیس استفاده میکنم. از یک رنگ قهوه‌ای روشن شروع میکنم. حالت ضربه‌ای از گوشه خارجی پلک سایه گذاری میکنم و فید میکنم. به حالت دورانی، پرتابی و رفت و برگشتی میتونید سایه رو فید کنید. بعد از اون از یک رنگ تیره تر دوباره توی گوشه خارجی چشمم استفاده میکنم و به وسیله قلم زبون گربه‌ای و کانسیلر تارت کات سایه‌مو میندازم. دستتون رو عمود روی پوست قرار میدین. با حجم کم کانسیلر یه هلال تا نیمه پلک ایجاد میکنید. بعد از اون کامل روی قسمتی که هلال ایجاد کردیم و با کانسیلر پر میکنیم. از پیگمنت مک استفاده میکنم و روی قسمتی که کانسیلر زدم و قسمت بالاییشو با پیگمنتم پر میکنم. حالت ضربه‌ای با یه قلم